خدا. هم بحث امروز رو از این شروع بکنم که آرئلی که تا الان دیدیم خیلی هوشمندی نداشته. خب و یکم میخوایم سر این با هم صحبت کنیم. چرا اول شما حسی بدید که چرا این آرئلی که ما تا الان داشته خیلی کار هوشمندانه و عجیب غریبی نمی‌کرده. میتونید در یه جمله بگید الگوریتم‌های RL مثل کیو لرنینگ، پالیسی گریدینت، اکتور کریتیک و غیره که می‌دیدیم خیلی کار خارق‌العاده‌ای نمی‌کردن. یه جمله توصیف کنم کاری که می‌کردن چی بوده؟ فقط به یاد می‌سپردن. خب اکسپلوریشنشون چطور؟ اکسپلوریشنشون هم مثل که اینجوری بوده که یا یه سری روش‌ها هستن اینترنسی موتیویشن دارن، مثلا خودشون ما رو دستکاری می‌کنن. خب شما بگین. تقریبا یعنی رندوم از اون استیشنری فرض می‌کرد، فرض می‌کرد که مثلا بهتره یکم بیشتر اولویت. ببین همین چیزایی که گفتین درسته، مثل اینکه همه کارهای ممکن رو داره ترای میکنه، اون کارهایی که خوبه رو به قول شما به یادش میسپره، اون کارهایی که بعد به یادش میکنه انجام نده. یعنی مثل اینکه یه کار بروت فورسی تا حدی داره انجام میده و خب این خیلی چیز عجیب غریبی نیست. حالا ما میخوایم تو این جلسه راجع به یک نوع یادگیری RL صحبت بکنیم که یه مقدار این داستان رو هوشمندانه‌تر میکنه. خب من قبل که شروع بکنم اول اینکه اینو بگم که من از اسلایدهای سرگئی لوین اینجا استفاده میخوام بکنم. جلسات قبلا از اسلایدهای ایشون بیشتر استفاده میکردیم، ولی میخوام یه موتیویتینگ اگزمپل بیارم قبل از اینکه اصلا وارد این بحث بشیم. یه تسک مصنوعی که نشون بده که این کاری که ما همه چیز رو تلاش میکنیم انجام، همه گزینه‌ها رو تلاش میکنیم تست بکنیم، توی مسئله خیلی ساده چطور میتونه خیلی اینفیشنت باشه و اون کاری که ما در ادامه جلسه میخوایم بکنیم قرار هستش چه شکلی اینو عوضش بکنه. به شکل خاص میخوام یه تسکی رو در نظر بگیرید که یه ایجنتیه که در واقع توی یک محیط دایروی قرار داره. دایره رو در نظر بگیرید، ایجنتتون فرض کنید وسط این دایره قرار داره و توی یه نقطه‌ای توی این دایره یه گولی هستش و این هدفش اینه که برون گول رو پیدا کنه. منتها نمیدونه طبیعتاً گول کجاست، یعنی دینامیک محیط و خواص محیط براش واضح نیست، لذا مجبور اکسپلور بکنه. خب منتها فرض بکنید که واقعا این گولا در همه جای این دایره نمیتونن رخ بدن. خب یونیفورملی تو این دایره پخش نشده، بلکه شما دو دسته گل دارین. یه دسته گل هستن که مثلا فرض بکنید توی این ناحیه دارن ظاهر میشن. خب و اگه شما به این گل ها برین ریوارد خوبی میگیرین. یه دسته گل هم هستن که مثلا فرض کنید اینجا دارن ظاهر میشن. حالا مسئله چجوریه؟ وقتی مسئله میخواد اینستنشیت بشه و ایجنت شما بره دنبال گل، نمیدونه که کدوم یکی از این مسائل قرار داره. نمیدونه که کدوم یکی از این مسائل قرار داره. واقعا نمیدونه. ممکنه اون مسئله‌ای که اینستنشیت شده و در اختیارش قرار گرفته باشه، مثلا فرض کنید این گل فعال باشه و بقیه غیر فعال باشه، یا ممکنه این فعال باشه و بقیه غیر فعال باشه. پس MDP که میخواد اینستنشیت بشه، MDP که ایجنتتون میخواد توش کار بکنه، یه دونه گل بیشتر از اینا نیست توش و ایجنت از اون بیخبر. خب حالا میخواد مسئله رو حل. خب شما دو تا راهکار دارین. یه راهکار اینه که بگید که خب من که نمیدونم اون MDP که میخواد انتخاب بشه چیه، از قبلم که ازش اطلاعی ندارم، پس همون رندوم اکسپلوریشن قبلی رو داشته باشیم و شما اگر توی همچین محیطی RL اجرا بکنید، حالا با یه اکسپلوریشن پالیسی خوب که میتونه کیوریاسیتی دریون باشه یا میتونه اپسیلون گریدی باشه، مثلا ممکنه یه همچین رفتاری رو ببینید ایجنت شروع بکنه اینجوری رندوم اکسپلوریشن و مثلا اینجا یهو برسه به جواب. خب یا ممکنه مثلا یه تراجکتوری دیگه مثلا من بکشم ازش، فرض کنید اینجوری ممکنه یه سرچ خیلی طولانی و بدی رو انجام بده و
مثلا یهو به جواب برسه. خب پس اگه اینو بیای عادی باش برخورد بکنید بگی یه MDP، چون من نمیدونم MDP چیه و هیچ سنسی ازش ندارم و اینجوری فرض بکنید که هر MDP یک تجربه بیشتر برای شما نیست و ایجنت شما حافظش پاک میشه. اگه یکی از این MDP ها رو بازی کرد، مثلا MDP رو بازی کرد که گلش اینجا بود، حافظش دیگه بعدش پاک میشه، خب طبیعتا این سنسی نداره که اینجا یه استراکچر خاصی برقراره. شروع میکنه یه الگوریتم RL عادی رو اجرا کردن و یه اکسپلوریشن پالیسی خاصی رو اجرا کردن، احتمالاً یه چیزی شبیه رندوم واک میزنه و یه همچین جوابی میرسه. خب ولی شما میتونید هوشمندانه تر از این عمل بکنید. این که بگید آقا این ایجنت میدونه قراره یک دسته ای از مسائل MDP رو حل بکنه. خب پس شما یکم ستاپ مسئله رو عوض میکنین، میگین که میگین من MDP ها رو نمیخوام جداگونه حل بکنم. خب که هر کدوم از این در واقع یه MDP اگه در نظر گرفت، من نمیخوام این MDP رو جداگونه حلشون بکنم. میخوام چیکار کنم؟ میخوام این MDP ها رو با همدیگه حلشون کنم یا با در نظر گرفتن همدیگه حلشون کنم. خب اگه بخوای اینا رو با هم حلشون بکنی، میتونه اینجوری نگاه بکنید که حافظه ایجنتتون رو پاک نمی‌کنه. برای ایجنتتون یه دونه از این MDP ها که دید تجربیاتش میتونه نگه داره، حواسش باشه که قراره یه دسته از این مسائل حل بکنه و اون چیزایی که قبلا یاد گرفته میتونه توی MDP های آینده به دردش بخوره. خب اگه شما یه همچین فرضی بکنید و بگید الان با این فرض من دنبال یه الگوریتم RL جدیدم که بتونه این مسئله رو حلش بکنه، فکر می‌کنید اکسپلوریشن پالیسی ایجنتتون به چه فرمی در میاد بعد از اینکه یادگیریشو انجام بده؟ اینو یکم روش فکر کنید. پس اینجوری در نظر بگیرید برای اینکه یکم دقیق‌تر بشه و بتونید یه ساختاری به ذهنتون بدم. فرض بکنید پس من میام یه دسته MDP میدم M1 M2. این M1 M2 تا MK، مثلا فرض کنید K تا سمپل از این MDP ها هستش، هر کدوم متناسب با یکی از این گل ها. خب شما این M1 تا MK رو سمپل برمیدارید از مسائلتون و به ایجنتتون اجازه میدید که یادگیری رو انجام بده. در واقع از ایجنت رو یه جوری ترین میکنید که اگه مثلا پالیسی شما به ازای ترایال آیومتون به این شکلی به دست میاد که این اف تتا چیه؟ این اف تتا الگوریتم RLیه که میخواد تسک آیوم رو حل بکنه. فرض کنید تتا رو جوری به دست بیارید که سیگما جی آی تتا آی از 1 تا کا 1 کام این چی بشه؟ مکس بشه. پس فرض کنید یه الگوریتم RL جدید دارید، این اف نمیدونیم چیه، فقط اف میدونیم که با این environment MI با این MI اینتراکشن هایی داره، اینتراکشن های لرنینگی داره، توش میتونه اکشن اجرا بکنه، ازش استیت مشاهده کنه و یه اینتراکشن رو باش شکل بده. اینو نمیدونیم چیه. خب ولی این چیزی که نمیدونیم چیه یه پارامتری داره، مثلا فرض کنید یه شبکه عصبیه، یه چیزی هست، یه پارامتر شیر داره
پارامتر شیر رو میخواید شما یه جوری یاد بگیرید که متوسط ریواردهایی که توی این محیط ها به دست میارید ماکسیموم. یه همچین هدفی برای یادگیری داشت. حالا میخوایم با هم حدس بزنیم این اف تتا بعد از اینکه من این ماکسیمایزیشن رو انجام دادم احتمالاً در این محیط چه خواهد کرد. میخوام حدس بزنیم اکسپلوریشنش چی خواهد شد. نه به هم یه استراتژی بدید. بگید آقا ببین این ایجنت قبلیه استفاقش این شکلی بود. رو آقا من این ام رو جداگونه در نظر میگیرم. با هم در نظرشون نمیگیرم. اصلا روابط بینشون من کاری ندارم. و اون نالجی که من تمام نالجی که راجع بهش دارم اینه که این هر جایی ممکنه تو این دایره باشه. لذا بهترین کاری که میشه کرد اینه که رندوم واک بزنم یا اینکه به شکل سیستماتیک شروع کنم همه محیط رو گشتن. همون کاری که گفتیم آر ال های کم هوش انجام میدن. حالا اومدیم توی ستاپ جدید میگیم MVP ها با هم در نظر گرفته بشن یا الگوریتم آر جدید می‌خوایم بدیم که آگاه از این قضیه، چون این اپتیمیزیشنش چجوریه، آگاه از این قضیه که میتونه یه اینتراکشنی با محیط داشته باشه و بعد شما می‌خواید اون لب مطلب، اون ایپی که یا اون لرنینگ الگوریتمی که از این قضیه آگاه رو بهترینش رو انتخاب بکنید که رو همه محیط‌ها خوب کار بکنه. اون چه خواهد شد؟ در نوشتی دوستان گفتم من احساس میکنم بحث پروبابیلیتی که نسبت میده رو حالا میاد اون نوایی که قبلا ریوارد دیده اونجا رو پروبابیلیتی بیشتر نسبت میده اونطور میگه سرچ رندوم واک میکنه. خب چیکار میکنه؟ استراتژیش چی میشه؟ مثلا متناسب با همون مثلا ریواردی که قبلا یک جا دیده. نه به من یه استراتژی بده. اصلا به من بگید چه تراجکتوری اینجوری بود. چه تراجکتوری رو طی می‌کنه؟ بگید. میاد تمام اون جایی که ممکن بود داشته رو چک میکنه یه مسیری کوتاه‌ترین باشه همه دلار هم هست. خب همین بگین از وسط شروع می‌کنه بعد کجا میره؟ میره اون دلاری که نزدیکش رو چک میکنه اگه نبود میره دلار بعدی. آفرین. ببین دقیقاً اتفاقی که میفته احتمالاً اینه که این میاد یه همچین مسیری رو طی میکنه. خب میاد اول به این جایی که نزدیک‌تره و شروع میکنه روی این کمان حرکت کردن. این بهش چی رو میفهمونه؟ این حرکت چی رو بهش میفهمونه؟ میفهمونه که آقا اگه من دو تسک دارم، تسکا میتونم دو تا کلاس بکنم. یک کلاس تسکایی که روی این سکتور بالایی، یک کلاس تسکایی که روی سکتور پایین. فرض کنید اسم سکتور بالایی رو بذارم امگا 1. میفهمه تسک من از جنس امگا 1 هستش یا نه. اگه امگا 1 بود که اصلا هم تسک رو حل میکنه هم چی میشه؟ هم میفهمه که از جنس امگا 1. اگه نبود چی؟ هم امگا 2 بوده. پس مثل اینکه این کاری که داره میکنی اکسپلوریشنی داره انجام میده خیلی اکسپلوریشن افیشنتیه. و مشخص میکنه کدوم اول با اکسپلوریشنش مشخص میکنه که این تسکی که داره میبینه از جنس کدوم یکی از تسکا بوده. و بعد اگر امگا 1 نبود یعنی هیچ گولی ندید و هیچ ریواردی ندید، خب میفهمه امگا 2 بوده. پس بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که از همین مسیر برگرده و چیکار کنه؟ از این یکی مسیر بیاد و دوباره اینجا رو بگرد تا بفهمه تسک امگا 2 بوده و مسئله رو حلش. مثل اینکه این اف تتا یه رفتار جدید انرژی میکنه که خیلی هوشمندانه‌تر میتونه گرده نسبت به الگوریتم آر الی که اگر این MVP ها رو به شکل جدا میخواست حل بکنه. حالا من دوست دارم شما خودتون رو قانع بکنید که واقعا جواب این ماکسیمیزیشن اونه. دوست دارم حالا شاید تو نگاه اول خیلی واضح نبوده براتون، ولی دوست دارم خودتون رو قانع بکنید که جواب این ماکسیمیزیشن اونه. و یه نفر دوست دارم بگه اینو چرا جواب این ماکسیمیزیشن اونه. مثلا چرا اول نرفتین سراغ، چرا مثلا اول نیومد میتونست این کارو بکنه پایین آیدنتیفیکیشنش از که پایینه شد چرا رفت بالا، یا مثلا چرا یه رندوم اکسپلوریشن دیگه چرا یه چرخی مثلا نزد، یه چرخ رندوم نزد. شما بگین. بله چون اینجا می‌خوایم جی همون چیه؟ همون ریترن دیگه. ریترن هم توش دیسکانت فاکتور میشه. بنابراین یه چیزی دور باشه احتمالاً توی دیسکانت کمتر از یکی ضرب میشه و امتیازش میاد. پس استراتژی بهتری که بره بالا. حالا چرا رندوم حرکت نکرد؟
یه محیطه همه این لغات مثلا یک الم ریوارد رو بخش بده بعد بهش بگید آره شروع کن مثلا نه آخه ببین محیط که دست ما نیستش. خب فرض ستاپ مسئله اینجوری بسته شده که فرض کنید یه جنراتیو پروسسی واقعا وجود داره. اول از یه متغیر تصادفی به نام وای سمپل میشه. این وای میتونه چی باشه؟ این وای محل اون ضرب در است. خب اول این سمپل میشه. این که سمپل شد یه MDP برای شما میسازه. اون MDP حالا استیت و چیزهای دیگر رو جنریت میکنه. خب پس شما یک سیستمتون اصلا این شکلی کار میکنه. ایجنتی که باید شروع کنه قبلش محیط تصمیم گرفته که کدوم یکی از این محیط‌ها باشه. دست شما نیست حالا بگین که آره شما کنترل روش ندارید. ایجنتتون شما یعنی ایجنت. شما کنترل روی ندارید. اگه کنترل نداشته باشین بهترین کاری که میشه کرد اینه. حالا من میخوام شما خودتون رو قانع بکنید که چرا این نیامد یه نفر دیگه چرا این نیامد اینجا رندوم حرکت بکنه. چرا خیلی تو پوینت رفت به اولین نقطه و رفت یه کار جالبی هم حالا به نظر میرسه اینجا رفت به انتهای این سیکل و بعد شروع به سرچ کرد. این کوتاه‌ترین مسیر رو پیدا کرده مثل اینکه کوتاه‌ترین مسیر رو پیدا کرده و مثل اینکه چون ببین مثلا میتونست به جای اینکه بره اینور مثلا بره وسط این و بعد مثلا بره یکی از انتها. خب چرا این کارو نکرد؟ چرا رفت انتهای سکتور؟ ماکسیمم حالتش اینه که در کوتاه‌ترین مسیر ممکن است دیسکانت داریم بیشترین ریوارد رو جمع کنیم. دقیقاً. اگه کی بزرگ بشه خب و شما واقعا یه دیل سامپلینگی از این امپیو داشته باشید این میفهمه که اگر مثلا فرض این استراتژی فرض اول استراتژی رو رندوم بگیره رندوم بخواد یه کاری انجام بده باز اون دیسکانتینگ به ضررش خب و تو این ماکسیمایز کردنه این افکت هایی که مثلا فرض کنید رندوم داره میگرده یه امتیاز خیلی پایینی میگیره به شکل متوسط. یه افکت هایی رو در نظر بگیرید که یه اکسپلوریشن پالیسی همینجوری رندوم داره میگه. خب رندوم بگرده شما وقتی متوسط میگیرید اینجا ممکنه برای بعضی از اینا خوب جواب بده. و این کی که بزرگ بشه برای عموم اینا بد کار میکنه. و کی خوب کار میکنه به شکل متوسط برای جمعیت موقعی که شما برای اغلب اینا خوب کار کنید. برای اغلب اینا کی شما خوب کار میکنید موقعی که بیاید به یکی از این انتخابا برید و مشخص بکنید که کدوم یکی از اینا جواب بود. سلام. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون لطفاً. اونجا فرض کردیم ریواردهایی که توی نواحی مختلف وجود داره با در واقع احتمال یکسان گفتیم. یعنی مثلا ریوارد اون پایین احتمال مثلا 90% باشه بالای 10%. نه ریوارد احتمالی نیست. ببینید من اول مسئله انتخاب مثلا فرض ایجنت شما الان قراره که وارد سیمولیشن بشه. فقط یه دونه از این نقاط یه دونهش انتخاب میشه و اگه وارد اون نقطه بشه ریوارد میگیره تمام میشه. فرض کنیم یونیفرم. آره فرض کنیم یونیفرمه و با احتمال یکسان بالا و پایین پخش شده. ولی می‌بینید که رفتار هوشمندانه و رفتار تو د پوینت
خیلی از اوقات به خاطر این ایمرج میکنه که شما این MVP رو در ارتباط با هم دیگه در نظر بگیرید. تسکا رو در ارتباط با هم دیگه در نظر بگیرید. خب همون ترندی که توی ماشین لرنینگ هم می‌بینین اتفاق افتاده. یه LLM نمیاد دیگه، خیلی نمیریم سراغ این که یک مدل خاص یک مسئله طراحی کنه. یه مدل میگیم برای چند تا مسئله و این چند تا مسئله وقتی بهش همزمان داده میشه میتونه یه هوشمندی بهتر و بیشتر ایجاد کنه. این جلسه هم می‌خوایم راجع به همین صحبت بکنیم و دو تا مسئله رو می‌خوایم راجع به صحبت بکنیم. سه تا مسئله در واقع. یکی ترانسفر لرنینگه. ترانسفر لرنینگ یکی از راههایی هستش که ما مسائل رو در ارتباط با همدیگه حل بکنیم. تو سوپروایز لرنینگ دیده بودیم. مثلا یه دیپ لرنر رو روی ایمیج نت پری ترینش می‌کنیم. اون دانشی که به دست آورده به درد مسائل بعدی هم می‌خوره. نالج ترانسفر در واقع. حالا تو فضای آر چه شکلی میشه این کارو انجام بده؟ می‌خوایم یه مقدار راجع به این صحبت بکنیم. یکی دیگه مالتی تاسک لرنینگه. دیگه کم به این نزدیک‌تره. مثل اینکه شما تاسک های مختلف دارید. مثل اینکه هر کدوم از این ضرب‌درهای تاسک جدیده. شما می‌خواید تاسک ها رو در ارتباط با هم حل کنید. مالتی تاسک لرنینگ چه جوریه؟ مالتی تاسک لرنینگ معمولاً این اومگایی که اینجا نوشته اومگا 1 اومگا 2 که نوع تاسک اون تاسک رو بهمون میدن. یعنی به پالیسی میگن تو قراره این تاسک رو انجام بدی. تاسک آیدنتیفیکیشن رو در واقع از قبل یه نفر انجام داده، یه محیطی انجام داده در اختیار ایجنت. و در نهایت نوع سوم مسئله که می‌خوایم بررسی کنیم متا لرنینگ، متا آر ال. متا آر ال لرنینگ تو لرن. این چیزی هم که من در واقع گفتم لرنینگ تو لرن. این اف الگوریتم لرنینگ شما هست. این اف الگوریتم لرنینگ شما هست. خب اف یه الگوریتم آر ال که یه همچین رفتاری ازش انرژی کرد. شما میخواید لرنینگ رو یاد بگیرید، نمیخواید محیط رو یاد بگیرید، نمیخواید پالیسی رو یاد بگیرید. اون چیزی که سابجکت لرنینگ شما هست خود پالیسی نیست، الگوریتم لرنینگ. به این میگن متا لرنینگ. و دقت کنید تو این متا لرنینگ چه اتفاقی افتاد. فرقش با مالتی تاسک لرنینگ چیه؟ اینی که یه جوری اکسپلوریشن انجام دادیم که این اومگا 1 اومگا 2 رو مشخص کنیم. البته ما به شکل صریح این کارو نکردیم، خودش به شکل ضمنی اتفاق توش میفته. مثل اینکه تاسک آیدنتیفیکیشن چه یکی از اولویتاش تو اکسپلوریشن و این خودش یاد میگیره که چجوری اکسپلور بکنه که این کارو بتونه انجام. حالا این مسئله که من مثال زدم یه مسئله خاص بود و خیلی مصنوعی. تو دنیای واقعی میشه دسته مسئله‌های زیادی رو مثال زد که به این ساختار فیت میشن. پس ما این سه تا مسئله رو می‌خوایم این جلسه و احتمالاً اوایل جلسه آینده بررسی دارای MVP که یک گل داره ترانسفر فانکشن شده داره. ترانزیشن فانکشن فرض کنم برای سادگی فرض کنم 1 ثانیه. ولی کیورد فانکشن متفاوته. بذارید برای اینکه درکش بهتر بشه مثال بزنم، چون فکر کنم یکی دو نفر دیگه هم اینو پرسیدن. ببینید مثلا شما سناریوی 1 ایجنتتون رو می‌خوایم بذارین روی لرنش. خب ایجنت با یه همچین محیطی روبرو میشه. سناریوی 2 ممکنه فردا بخواید ایجنت رو بذارید ران بشه، با یه همچین وضعیتی روبرو میشه. گوله میره اینجا. سناریوی 3 پس فردا بخواید بذارین که مسئله رو حل بکنه، ممکنه این دفعه اینجا باشه. خب پس هر دفعه که ایجنت رو بخواید بذارید مسئله رو حل بکنه، خب با یه دونه از اینا روبرو میشه. و هدف چیه؟ هدف این خودشو به اینجا برسونه. منتها ایجنت نمیدونیم کجاست و نمیدونم که داره داستان عوض میشه. حالا اومگا 1 اومگا 2 چیه؟ مثل اینکه من یه دسته‌بندی این دو تا انجام دادم. خب که این دسته‌بندی به چه دلیل به این شکل انجام شده بود؟ به این دلیل که اگه مثلا شما تو دسته اومگا 1 بیفتین، پالیسی که شما رو به جواب میرسونه خیلی شبیه هم میشه. پالیسی چیه؟ اینکه برو اینجا و یه حرکت جوابی یه حرکت دایره‌ای. اون یکی پالیسی خیلی متفاوته. بیا پایین و یکیش برو بالا، یکیش بیا پایین. دو تا چیز خیلی مختلفه.
و تو اکسپلوریشن اولیه یعنی اف اون آر ال متدیه که میخواد با اون محیط ناشناخته سر و کله بزنه، چون این شکلی داره آموزش داده میشه سعی میکنه اول مشخص کنه کدوم یکی از این دوتاست. من با چه تسکی سر و کار دارم که قراره حلش بکنم، این تسکه یا این تسک. یک بار میگن تسک آیدنتیفیکیشن، مثل که اول سعی میکنه این کار رو انجام بده و بعد سعی میکنه حالا وقتی تسک آیدنتیفای کرد اون تسک رو به نحو احسن انجام بده. اینجا مثل اینکه شما الگوریتم آدرلتون رو دارید یه جوری ترین می‌کنید که آگاه از اینکه خودش رو باید ادپته کنه به یه تسک خاص و چون آگاهی استراتژی خاصی توی این انرژی میکنه و پیدا میشه. الان این مدل مثلا الان انیتایم داریم کاتر داریم، مدل این نیست که یه MVP کلی‌تری داریم که نمی‌شناسیمش، خب همه دیوارا توش حضور دارن، یه پالیسی اونجا پیدا کردن میشه همین پالیسی که اینجا پیدا کردیم. بعد اگه اینجوری باشه من حس می‌کنم مثلا سنس یعنی اکسپلوریشن ماهیتاً تغییر نکرده، بازم سرچ تو فضا و معادله با همون سرچ تو فضا اون MVP بزرگ است. شما میگین من این MVP ها رو همه رو یه MVP بکنم، یعنی یه امی رو در نظر بگیرم که این مثلا یه جوری استیتاش یونیون این استیتا باشه که میشه یه استیت اسپیس، بعد ریواردش رو چی بذارم؟ ریوارد همین مجموع ریوارد اونجا همینجا. خب همین این دست من نیست دیگه. نمیگم ببینید دنیای واقعی مثلا بزنید مثال بزنم. یه مثال بزنم دنیای واقعی ببینید که چرا این ستاپ مصنوعی رو ساختن. اون ستاپی که شما میگین اونم یه ستاپ ولی اون اتفاق نمیفته تو دنیا. یعنی شما مثلا یه ایجنت درست می‌کنید، میخواد تو آشپزخونه حرکت بکنه، 10 تا کار می‌خواد انجام بده. آشپزی بتونه انجام بده، بتونه مثلا حالا تسکایی که در ارتباط با مثلا آشپزخونه است، مثلا بتونه ظرفا رو بتونه بشوره، بتونه آشپزی بکنه، بتونه جمع و جور بکنه مثلا تو آشپزخونه تسکای مختلف. خب شما نمیتونید، یعنی دست شما نیست. یه نفر کامند میاد که آقا برو آشپزی کن یا برو مثلا این کارو بکن، خب که میشه مالتی تاسک لرنینگ. به تاسک آیدی رو بهش میگه. گاهی قدم تاسک آیدی رو شما بهش نمیگین، ولش میکنین تو محیط، این بعد خودش بره تو محیط بفهمه چی کار رو باید بکنه. خب مثلا فرض کنید یه ایجنتی شما درست کردین که براش کتاب آشپزی رو باز گذاشتی، مواد اولیه هم آماده است، ایجنت رو ببین این بعد بره خودش یکم بگرده بفهمه تسک هم آشپزیه با اینکه هیچ کسی چی به نگفته. منظورم تئوری بود، میدونم دنیای عملی یکی از چیزی نمیشه. تئوری MVP هستش که اگریگیت تمام این MVP هاست. خب اون MDPه وقتی شما میخواین سیمولیتش بکنید از کجا میاد؟ اون MDP وقتی میخواین سیمولیت کنید دنیای واقعی میاد دیگه، درسته؟ دنیای واقعی کانسترینت‌های خاص خودشو داره. دنیای واقعی. خب حالا با این مقدمه نمیدونم این مقدمه چقدر تونست جا بندازه راجع به مسئله‌ای که می‌خوایم تو این جلسه صحبت بکنیم. اگه ابهامی چیزی هست بگین، چون قراره یه موتیویتینگ اگزمپل باشه و یکم ذهنتون رو شفاف کنه قبل اینکه بریم تو دیل کلاس. بله میتونه من باز بشه این دیسک که میگه آره اینا میتونه داینامیک اینا هم متفاوت باشه. هم ریوارد متفاوت باشه هم داینامیک. مثالایی ازش میگم. آره مثلا فرض کنید یه مثال دیگه مثلا میتونه چی باشه؟ مثلا هاپر رو یادتونه یه محیط داشتیم به نام هاپر، یه دونه پا بود و میپرید به حرکت می‌کرد رو جلو، تو محیطای موجود بود. مثلا هاپر شما ممکنه مسی که یا جرمی که مثلا توی در واقع اون بادی که وجود داشت، یه تنه وجود داشت که پا، ممکنه اون جرمه متفاوت بشه، ممکنه استکاک متفاوت بشه، استکاکی که زمین داره، ممکنه میزان باونسینگی که انجام میده متفاوت باشه، حالا به دلایل فیزیکی. هر کدوم از اینا مثل یه MVP برای شما میسازه. اینا دینامیکاشون دیگه متفاوت شده. حالا اینجا ریواردمون همچنان یکسانه، ریواردمون رفتن به سمت جلوه، ولی مثل اینکه محیط‌ها با هم دیگه متفاوت شده. اینم باز در این قالب نمی‌کنه. این MVP ولی یه چیزی هست. این MVP باید یه سنخیتی بینشون وجود داشته باشه. مثلا من اینجا می‌خوام هاپر رو با جرم‌های مختلف، با مثلا فرض کن استکاک‌های مختلف مدل بکنم. دیگه مثلا این نیستش که هاپر رو مثلا با انت مثلا با هم مثلا بشن دو تا. این
این NDB های سنتیتی با هم دارن، مثل که از یه توضیحی اومدن. خب که گاهی اوقات من اینجوری می‌نویسم که اینا از یه پی امی تبعیت میکنن، از یه پی امی اومدن، یه سنتیتی با هم داشتن. خیلی نمیخوام قیمه ها رو بریزم تو ماسک. میخوام اینا یه سنتیتی داشتن. اگه سنتیتی نداشته باشن، بعد چرا سنتیتی نداشته باشن خیلی خوب نیست؟ ببین اینجا یه نظمی وجود داشت بین تسک‌ها. دقت کردم یه رگولاریتی وجود داشت که من از اون رگولاریتی مثلا اینجا استفاده کردم، یه پالیسی هوشمندانه به دست بیارم. اگه اون رگولاریتی وجود نداشته باشه، تسک‌ها هم جنس نباشن یا نزدیک به هم نباشن، شما نمیتونید احتمالاً چیز خیلی خوب. این احتمال دوباره باز میشه چی؟ میشه همون مثلا فرض کنید یه حالتی مثلا اینجوری در نظر بگیرید. فرض کنید نقطه‌ها هر جای محیط میتونستن بمونن. اگر من اینو ران می‌کردم، به نظرتون چی میشد؟ فرقی با قبل می‌کردم چه هم قضیه احتمالاً یا خیلی شاید گین خاصی بهمون نمیداد اگه نظمی نداشت. مثلا این ما فرض می‌کنیم دیستریبیوشن داره که خیلی آنتروپیش بالا نیست، یه نظمی. خب با این مقدمه حالا دیدن در واقع این اسلایدها یه مقدار احتمالاً بیشتر میک سنس میکنه. اگه خواستید ویدیوهای آقای لوین هم ببینید، این تیکه صحبت اولیه که من داشتم قبلش ببینید، خیلی کمک میکنه که سنس بهتری به دست بیارید. خب بحث اینجوری شروع میشه. بحث ما در واقع متا لرنینگ و ترانسفر لرنینگ هستش، همونجوری که اشاره کردیم. بحث اینجوری شروع میشه که خیلی از تسکایی که تو RL شما حلشون میکنید ساده هست، مثل در واقع این بازی بریک اوت که با اکسپلوریشن پالیسی راحت حل میشه. در واقع بازی مثل مانتزوماز ریونج با اینکه برای انسان‌ها ساده است، برای RL سخته. راجبش صحبت کردیم که چرا این سختی وجود داره. به دلیل اینکه اون ریواردی که تو این محیطا داره داده میشه خیلی شما رو راهنمایی نمیکنه به سمت رسیدن به هدف. در حالی که یه انسان وقتی میخواد این بازی رو حل کنه، یه پرایور نالج داره که آقا کلید چیز خوبیه، اسکلت چیز بدیه و احتمالاً من کلید رو باید بگیرم برم مرحله بعد. یه پرایور نالج تو ذهن ما وجود داره، یه دانشی از قبل وجود داشته که داره بهمون کمک میکنه. و چون RL معمولی دانشو نداره، مجبور همه حالت‌ها رو چک کنه. curiosity driven exploration حرفش همینه. میگه اون جاهایی که ندیدی، اون جاهایی که unexplored، ریوارد بزرگتر بده که اونجا رو هم بری ببینی. پس تمام جاهایی که ندیدی همه ریواردهای بزرگی دارن پتانسیالی و شما باید همه جا رو برید بگردید. این بازی هم واقعا همه جا رو باید برید بگردید. و یه روش اکسپلوریشن خاطرتون باشه گفتیم برای این بازی خیلی خوب کار میکرد. خیلی ریسورس زیادی می‌خواست برای این کار رو. و خب این چیز معقولی نیست. حالا برای اینکه این مشکل حل بشه ما چیکار می‌کنیم؟ نالج شیرینگ رو همین صحبتی کردیم. نالج از جاهای دیگه بیاد به ما کمک بکنه، مثل انسان که پرایور نالج داره و کلی تجربیات قبلیشو استفاده میکنه تو حل مسائل، اون نالج بیاد کمکمون بکنه مسائل رو حل بکنه. خب پس ما در واقع به یک پرایور آندرستندینگ مسئله مثل این که نیاز داریم و این همون بحث نالج شیرینگ. خب این نالج شیرینگ به چه شکلی میتونه اتفاق بیفته؟ الان که عصر LLM هستش، حالا ما تو این درس البته بحث نمی کنیم، ولی میتونید تصور بکنید که LLM یه عالمه پرایور نالج داره. هرچی دانش بشری بوده مثل اینکه جمع کردن ریختن تو ترینینگ دیتای این. البته توی یه سری جاها ضعف داره، ولی به هر حال یه سورس خیلی بزرگی از کامن سنس هست. بنابراین میتونید تصور کنید عصر LLM ها، استفاده از LLM ها به عنوان پالیسی برای اینکه مسائل حل کنه احتمالاً بتونه این خلا رو پوشش بده. ولی این چیزایی که می‌خوایم بگیم برای دوران قبل از LLM، آدمایی که اومدن تو RL برای اینکه این مشکل رو حلش بکنن، عمدتاً مثلا هولوش بین 2016 تا 2020 که هنوز LLM ها نیومده بودن، یه راه حلایی پیشنهاد دادن. بنابراین ما اول اینا رو می‌بینیم، مثلا که این سیر تاریخیه. این تیکه‌هایی که مرتبط با LLM میشه رو تو این درس نمیرسیم راجع بهشون صحبت بکنیم، ولی اگه خودتون علاقه‌مند بودید میتونید بررسی بکنید. ما مثلا مدل هایی داریم مثل ویژن لنگویج ایجنت ها
در کنار ویژن لنگویج مدل که خاص این مسئله تو رباتیک الان دارن استفاده میشن و یه لاین تحقیقاتیه و خب خوبیش اینه که اون LLM رو مثلا یا اون VLM رو دارن استفاده میکنن. یا لنگویج ایجنت ها که تو درس سیستم 2 راجع بهش صحبت شد که شما به جای این ایجنتی که فرام اسکرچ میخواد همه چیز رو یاد بگیره یه LLM استفاده میکنید و اون LLM یه حافظه‌ای داره و یه کارایی میتونه انجام بده. این بحث اونجا مفصل راجع بهش صحبت میشه. ما اینجا برای عصر قبل از LLM این چیزایی که میخوایم بگیم برای عصر قبل از LLM هستش و هنوز هم میتونه کاربرد داشته باشه تو جاهایی که خیلی اون پرایور نالج حالت قابل بیان توی نچرال لنگویج نداره یا یه دانش خیلی خاصیه که به شکل عمومی توسط افراد دونسته شده نیست. بنابراین کامن سنس نیست، یه دانشیه کامن سنس نیست. خب چجوری حالا این سوال مطرح میشه چجوری میتونیم از دانش پیشین استفاده بکنیم؟ برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم باید در واقع این سوال رو جواب بدیم که دانش چجوری ذخیره میشه، در چه چیزهایی توی RL ذخیره میشه. خب در چیزهای مختلفی ذخیره میشه. مثلا در کیو فانکشن میتونه یه دانشی ذخیره بشه. کیو فانکشن میگه چه اکشن استیتی خوبه، چه استیت اکشنی خوبه. خب و ممکنه یه مسئله خیلی شبیه یه مسئله دیگه باشه. شما یه کیو فانکشن یه جا یاد گرفته باشین که کیو فانکشن رو ریوز بکنین یا فاین تیونش بکنین. یا مثلا دانش میتونه توی پالیسی ذخیره شده باشه. اگه مثلا یه پالیسی رو شما لرن کرده باشین و با دو تا مسئله شبیه هم سر و کار داشته باشین، پالیسی میتونه به دردتون بخوره. یا اگه مدل بیسد RL زده باشین ممکنه دینامیک مثلا دو تا محیط مشابه هم باشه ولی ریوارداشون متفاوت باشه. دینامیک که با ریوارد کاری نداره. اگه دینامیک یه محیط رو یاد گرفتین، مثلا فیزیک دنیای واقعی یاد گرفتین، حالا تو دنیای واقعی میخواید یه تسک دیگه‌ای رو انجام بدین، باز این مدل میتونه استفاده بشه یا ریوز بشه. یا میتونه چی باشه؟ میتونه بازنماییه، یعنی هیچ کدوم از این موارد نباشه، فیچر یا ریپرزنتیشن استیت ها باشه، چیزی که شما میخواین ریوزش بکنید. میتونه تو هر کدوم از این سطوح در واقع اتفاق بیفته که حالا ما میخوایم در ادامه راجع بهش صحبت بکنیم. اولین سطحی از به اشتراک گذاری دانش که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم یه مفهومی به نام ترانسفر لرنینگ. ترانسفر لرنینگ اینجوریه که شما یه سورس دومینی دارین، یه MDP سورس دارین، خب که قرار دانش پیشین شما رو تأمین بکنه. مثلا فرض کنید یه فیلم، مثلا یه فیلم سینماییه که دیدنش مثلا قرار کمک بکنه که شما مونتزوما's ریونج رو حلش بکنید. چجوری؟ مثلا مثلا یه سری دانش‌های پیشین اینجا وجود داره و دیدن این فیلم اون دانش پیشین رو برای شما ایجاد می‌کنه. در حالت کلی یه MDPه، یعنی حالا اینجا من گفتم فیلم ولی میتونه یه MDP باشه، میتونه سیمولاتور باشه. یه سیمولاتوری که مثلا برای ریل ورلد تسکی مثلا استفاده بشه. مثلا فرض کنید اینجا سیمولاتور مثلا فرض کنید ماشین‌های خودران باشه، اینجا خود ماشین خودران تو دنیای واقعی باشه. شما می‌خواید توی سورس دامینی دانش رو کسب کنید، یه پرایور نالج رو کسب کنید و توی تارگت دومینی ازش استفاده بکنید. گاهی اوقات به شما اجازه داده میشه که تارگت دومین یه اکسپلوریشن اضافه انجام بدید، یه اینتراکشن اضافه انجام بدید. و اگر میزان این اینتراکشن مثلا مقادیر متفاوتی باشه، ما باز شاخه‌های مختلفی رو معرفی. زیرو شات موقعی هست که شما تو سورس دومین یه ترینینگ اولیه میخواد براتون اتفاق بیفته، همون چیزی که یاد گرفتین میخواین ببرین توی تارگت دومین استفاده بکنید. به این میگن زیرو شات ترانسفر. وان شات ترانسفر اینجوریه که یادگیری شما تو سورس انجام میدین، اینجا که اومدین موقع تارگت اجازه میدن یک اپیزود مثلا فرض کنید چیکار کنین، با محیط در تعامل باشین و کیو شات اجازه میدن اپیزودهای بیشتری یا تاسک‌های بیشتری رو در واقع ترای کنید. هر چقدر اجازه به شما بدن که توی تارگت دومین تجربه بیشتری انجام بدید، شات شما مثل که بیشتر بشه. ولی مفهوم ترانسفر لرنینگ این شکلیه. ترانسفر لرنینگ شما یه سورس دومین، یه تارگت دومین دارید. از سورس می‌خواید پرایور نالج رو کسب کنین، تو تارگت می‌خواید یادگیری اصلیتون رو انجام بدید.
خب این اون سه تا مسئله هستش که خدمتتون گفتم که تو این جلسه می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم. یکی که سوال ترین حالت هست فوروارد ترانسفر. فوروارد ترانسفر موقعیه که شما می‌خواید توی سورس ترینینگتون رو انجام بدین، بعد همون چیزی که یاد گرفتین رو بردارین برید تو تارگت با یه تغییرات کوچیکی انجام بدین. مثلا یا فاین تیونش بکنید یا همون رو دقیقاً استفاده، همون پالیسی که دقیقاً تو سورس یاد گرفتین تو تارگت استفاده کنید. این کجا به درد می‌خوره؟ موقعی سورس و تارگتتون خیلی شبیه هم باشه. پس کاملا مشابه هم. مثلا اینجا شما نمیتونید انتظار داشته باشید سورستون مثلا آشپزی باشه، تارگتتون مثلا ظرف شستن باشه. این دو تا تسک خیلی تسک‌های متفاوته. اگه تو یکی شما یه پالیسی ترین بکنید احتمالاً خیلی رو راحت نمیشه ماشینش کرد. ولی مثلا یکیش میتونه این باشه که شما مثلا تو آشپزخونه شماره 1 آشپزی دارید می‌کنید و حالا می‌خواید بیاید تو آشپزخونه مشابهی آشپزی بکنید. دو تا تسک مختلف از یکی به دیگری ترانسفر بشه. خب این قابل تصور. پس مسئله اولمون شد فوروارد ترانسفر. می‌خوایم راجع به تکنیکاش صحبت چه جوری میشه این کار انجام. مسئله دوم مالتی تاسک ترانسفر هست. مالتی تاسک ترانسفر برخلاف قبلیه که شما یه دونه سینگل سورس دارین، یه دونه سینگل تارگت دارین، اینجا مالتیپل سورس دارین، تاسک‌های مختلف دارین که یاد گرفتن این تاسک‌ها با هم دیگه میتونه باعث بشه هر کدوم از تاسک‌ها رو شما بهتر یاد بگیرید. مثلا تو همین محیط آشپزخونه چرا یاد گرفتن مثلا این تسکایی که تو آشپزخونه هست با هم دیگه باعث میشه که شما هر کدوم از تسک‌ها رو بهتر یاد بگیرید. میتونید دلیلش رو بگید چه ویژگی وجود داره؟ اون تسکای وابستگی ذاتی داشته باشه که شاید مثلا خود یه تسک به تنهایی خیلی واضح نباشه داشته باشه، یاد میگیره. خب درسته شما بگید. همون پوزیشنالیتی مثلا شما چی می‌خواید ظرف بشورید، چی می‌خواید آفرین. ظرف رو بردارید. بله. شما هم چیزی می‌خواستین بگید؟ آره ببینید یه سری مهارت پایه وجود داره تو همه تسک‌ها ظاهرش. مثلا همین کامپوزیشنالیتی برداشتن ظرف یا مثلا باز کردن شیراب هم تو شستن ظرف ظاهر میشه، هم تو غذا پختن ظاهر میشه. لذا وقتی شما این تسک‌ها رو با هم دارید یاد میگیری اون مهارت تو تک تک این تسک‌ها ظاهر میشه و باعث میشه شما مثل اینکه دیتای بیشتری از هر مهارت داشته باشین و یه مهارت رو توی تسک دیگه یاد میگیرین، توی تسک دیگه ازش استفاده میکنین. خب پتانسیل اینو ایجاد میکنه که وقتی شما مالتیپل تسک دارید یاد میگیرید بتونید این تسک‌ها رو با هم یاد بگیرید. و بعد به خاطر این ویژگی کامپوزیشنالیتی که گفتن حتی ممکنه این باعث بشه که شما یه تسکی که اصلا ندیدینش، تسک آنسین هستن، با یه تعداد کمی یعنی با یه شات کمی از تعامل شما اینو خوب یاد بگیرید. چرا؟ چون مهارت‌های پایه‌اش رو یاد گرفتید. فقط مونده این که این مهارت‌های پایه رو به درستی پشت سر هم قرار بدید. واقعا انسان هم همین جوریه دیگه. مثلا ممکنه یه نفر آشپزی و ظرف شستن بلد باشه، حالا یا بگیم آشپزی مثلا فرض بکنید سنتی ایرانی رو بلد باشه، حالا میخواد آشپزی مثلا غذای مثلا مکزیکی رو انجام بده. خیلی از اصولش همون اصوله، یعنی برداشتن ظرف و نمیدونم این که مثلا سرخ بخوایم بکنیم، یه چیز سرخ بخوایم بکنیم، یه چیزی رو آبپز بخوایم بکنیم، حالا نمیدونم غذای مکزیکی چقدر اینا چیزن، ولی به هر حال پایه‌هاش همون پایه‌هاست. خب صرفا با یه تعامل کم یاد میگیره. انسان هم واقعا همینجوره. پس مالتی تاسک ترانسفر مثل اینکه یه سطح پیچیده‌تر، یه سطح ادوانس‌تری از ترانسفره که حالا یکم به شما اجازه میده تسک‌های آنسین رو هم حل کنید. و از یه طرف هم هم‌افزایانه است، سینرژیکه وقتی شما تسک‌های مختلف رو با هم حل کنید. متا لرنینگ هم که مثل که سطح خیلی متعالی لرنینگه، سطح خیلی متعالی ترانسفر لرنینگه. چرا؟ به خاطر اینکه تو قبلی‌ها شما هدفتون یادگیری تسک یا یادگیری مهارته. سابجکت لرنینگ چیه؟ یا یه تسکه یا یه بخشی از یه تسکه.
متا لرنینگ سابجکت لرنینگ اینا نیست. سابجکت لرنینگ خود لرنینگه، میگه لرنینگ تو لرن. خود RL، خود اینکه چجوری من اکسپلور بکنم و میخوام یاد بگیرم، نه اینکه یه مهارت یاد بگیرم، نه اینکه یک بخشی از یک مهارت رو یاد بگیرم، نه اینکه یه تسک رو یاد بگیرم. خب این خیلی فراتر میره. وقتی شما یاد بگیرین چجوری یاد بگیرین، مثل اینکه این یه دانش خیلی ارزشمند، یه دانش خیلی ابسترکت تریه که اگه میتونید تصور بکنید که اگه یه تسک خیلی متفاوتی هم بیاد بتونه به شما کمک کنه که یادگیری رو انجام بدید. خب میخوایم حالا راجع به اینا صحبت بکنیم. اول از این حالت فوروارد ترانسفر شروع میکنیم. فوروارد ترانسفر حالت ساده‌شو که همتون دیدید تو درس دیپ لرنینگ که پری ترینینگ روی یک دیتاست خیلی بزرگه و بعد فاین تیون کردن اون شبکه‌ای که با این روش به دست اومده روی تسک خاص. منتها چه چیزی اینو خاص RL میکنتش؟ 3 تا مسئله هستش که اینو نسبت به سوپروایز ترینینگ توی RL متفاوت. این 3 تا رو با هم دیگه دونه دونه بررسی میکنیم. یکی بحث دومین شیفته. خب ما یه چالشی داریم تو RL، یه چالشی رو داشتیم بهش میگفتن سیم تو ریل. نمیدونم اینو چقدر شنیدید. کسی شنیده اینو؟ بحث سیم تو ریل. کنم یه بار سر جلسه گفتیم سیمولاتور ما دقیقاً مثل محیط واقعی نیست، حالا ما داریم سعی می‌کنیم یه سیمولاتور داشته باشیم که به محیط واقعی نزدیک باشه. یا نزدیک باشه یا اینکه یه تغییری تو پالیسی که سیمولاتور یاد گرفتیم اعمال کنیم دنیای واقعی قابل. مثلا این مثال رو ببینید. یه تصویریه که یه سیمولاتور مثلا فرض کنید یه انجین بازی بوده که شما می‌خواستید رانندگی مثلا یاد یه ایجنت بدید. این سیمولاتور رو دیگه جنس تصاویری که این می‌بینه، خب چون کامپیوتر جنریتدن یه مقدار دیستریبیوشن شیفت داره از یه ماشین واقعی که ماشین خودران رو دوربین توش نصب کرده. به این میگن دومین شیفت. برای خود استیت ها دیستریبیوشنشون عوض شده. حالا سوال اینه که چجوری میشه با این مسئله روبرو شد. این یه مسئله خیلی مهم و براش یه راه حل. خب این خیلی مشکل بزرگی نیست در اغلب مواقع، چون استیت ها مشابهن و فقط یه تفاوت استایلیستیکی بین تصاویر وجود داره. شما اگه یه ست تصویر اینور داشته باشید، مثلا فرض کنید 10,000 تا تصویر اینور داشته باشید، 10,000 تا تصویر اونور داشته باشید بدون دینامیک، اصلا فقط استیت رو سامپل کرده باشید. استیت رو از اینجا سامپل کردین، از اینجا سامپل کردین. با همین به تنهایی به شما کمک می‌کنه، چون دینامیک بین این دو تا حد خیلی زیادی شبیه. اگه اون انجین پرفکت باشه، دینامیک شبیه، فقط استیت ظاهرشون عوض شدن. من یه مپینگی پیدا میکنم از استیت این ور به استیت اون ور، دینامیک همون دینامیکه، میذارم سیستم کار خودش رو انجام. ولی گاهی اوقات متاسفانه اینجوری نیست. دینامیک عوض میشه، در واقع یه تغییر توی تغییر بنیادی اتفاق میفته. این میشه یه مثال بزنید. قوانین فیزیکی که یه دقت دقیقاً تو بعضی از مسائل سیمولیشنش پیچیده است. همین نکته که گفتم، قوانین فیزیکی رو کامل سیمولاتور نمیتونه شبیه سازی کنه. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید درونی داخل محیط میخواد پرواز بکنه. خب همه عوامل رو نمیشه در نظر گرفت توی شبیه سازی درون. حالا عمدتاً تو بحث پرواز در واقع اتفاق میفته. یا مثلا فرض کنید شما یه شبیه ساز پرواز دارید. شبیه ساز پرواز، البته اون شبیه سازایی که توش خلبانا رو ترین میکنن خیلی 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 نزدیک به خود هواپیما، ولی به هر حال یه تفاوتایی وجود داره و این تفاوت قابل توجهه. یه جاهایی توی جای کریتیکالی ممکنه خودشون نشون بده. سوالی که تو این کیس‌ها چیکار باید بکنیم؟ این یکی دیگه از سوالات فاین تیونینگ و ترینینگ هست. و در نهایت که خود فاین تیونینگ یه سری مشکلات تو RL داره. ببینید من میخوام یکم ذهنتون رو
نزدیک کنم به اینکه این مشکلات رو خودتون به من بگید. ببین ما توی سوپروایز ترینینگ وقتی که کلاسیفایر رو ترین می‌کنیم و بعد فانکشنش می‌کنیم مشکلی وجود نداره. تو RL اما اگر شما یه پالیسی رو ترین کرده باشید توی محیطی، خب بالاخره این ترینینگ بعد از یه عالمه اکسپلوریشن اتفاق افتاده و ته اون داستان شما اکسپلوریشن رو کم کردین و پالیسیتون کانورژ کرده. پالیسی یه ویژگی بدی داره که باعث میشه برای اینکه شما بخواید فاین تیونش بکنید به یه تسک جدید مقاومت بکنه، مقاومت خودش نشون بده برای یادگیری اون تسک جدید. اون چیه؟ تو تسک جدید شما نیاز به چی دارید؟ نیاز به اکسپلوریشن دارید. این پالیسی چی شده؟ ته کار دیترمینیستیک شده. دیگه نمیتونه اکسپلور. پس هر پالیسی رو هم نمیشه اومد فاین تیون کرد، به خصوص پالیسی که خیلی دیترمینیستیک شده. شما بخواید فاین تیونش بکنید، عادت کرده که یه سری تسکایی رو، یه سری اکشنایی رو با احتمال دیترمینیستیک یا نزدیک به 1 انجام بده. خب برای اینکه این کار بکنه ما مثل اینکه باید یه تمهیدات خاصی داشته باشیم. مثلا از مکس انتروپی پالیسی لرنینگ استفاده بکنیم. مثلا راجع به سگ صحبت کرده بود. یا توی اینورس ریینفورسمنت لرنینگ راجع به یه مدلی صحبت کردیم که خاطرتون باشه یه مدل جنراتیو بود که میومد با قاعده بیس در واقع اون پالیسی رو به دست می‌آورد. بعد از اون تکنیکا که بهش میگن بیزیان آره، بعد از اون تکنیکا استفاده بکنیم برای اینکه به یه پالیسی برسیم که فاین تیونبل باشه. خب هر چیزی رو نمیشه رفت فاین تیون کرد. اینجا یکم قواعد مسئله خاص. خب این سه تا مسئله رو می‌خوایم در ادامه راجع بهشون صحبت بکنیم. اول بریم سراغ مسئله دومین شیفت و ببینیم دومین شیفت رو چطور میتونیم حلش بکنیم. یکی از ساده ترین راهکارها برای حل دومین شیفت یک فرضی هست بهش میگن invariance assumption. invariance assumption میگه که اگر شما دو تا محیط داشتی ولی یه چیزی توی این دو تا محیط تغییر داره میکنه، در وضعیت‌های مشابه داره تغییر میکنه، اون احتمالاً یه چیز زائده، یه چیز نامرتبط با مسئله هستش. خب و خوبه که تو لرنینگت اون موضوع رو کپچر نکنه. اگه بخوام یه مقدار فرمال‌تر این حرف رو بزنم، فرض کنید یه مسئله یه دومینی که x در واقع ورودی شما هست توی دو تا دومین مختلف پی x متفاوت باشه. مثلا فرض کنید x اینجا تصویر شما هست، دومین 1 دومین سیمولاتور، دومین دنیای واقعی، پی x شون با هم متفاوته. اینجا شما یه توضیح از تصاویر می‌بینید، اینجا یه توضیح دیگه از تصاویر می‌بینید. ولی فرض کنید یه زدی یه لیتنتی از این x وجود داشته باشه. این لیتنت قرار چیکار کنه؟ قرار x رو اطلاعات x رو فشرده بکنه توی لیتنت. مثل یه قرار اون مفهوم داخل x رو بکشه بیرون. به گونه‌ای که من اگه با این زده بخوام یه تارگت رو پردیکت بکنم، یه وایی که یه تارگت رو پس بخوام پردیکت بکنم، تقریبا همون کیفیتی رو دارم بدی که اگه با x کار می‌خواستم بکنم این کار رو انجام میداد. یعنی z در واقع اینفورمیشن لاس مثل اینکه نداره. چه شما با x کار بکنید چه با z کار کنید با هم کیفیت تعیین می‌کنه. ولی z یه مزیتی داره و اون که پی z توی دو تا محیط یکسانه. پس مثل اینکه هدف ما توی این بحث اینوریانس لرنینگ و اینوریانس اسامپشن این از یه لیتنت یاد بگیریم بین دو تا محیط ثابت باشه، دیستریبیوشنش ثابت باشه. خب بنابراین من دوست دارم در حالت ایدئال یه انکودری یاد بگیرم خب که تصاویر دو تا محیط رو ببره به یه لیتنت اسپیسی که اون دو تا لیتنت اسپیس دو تا دومین توزیعشون عین هم باشه یا مشابه هم باشه. و در عین حال اینفورمیشن لاس هم نداشته باشه، چون این یه جواب بدیهی داره. جواب بدیهیش اینه که همه چیز رو ببر مثلا به یه نقطه. اگه همه چیز رو ببره به یه نقطه، این یه چیز بدیهی مثلا شما بزنید یه انکودری که وزنش همه صفر باشه. خب این پی زد میشه یه دلتای دیراک توی هر مسئله‌ای. ولی اون زده اینفورمیشن لازم برای حل مسئله رو نداره.
پس من توی این واریانس لرنینگ معمولا دو تا چیز رو میخوام با هم متعادل بکنم. یک اینفورمیشن لاسه، میخوام اینفورمیشن لاس نداشته باشم. دو میخوام اینوریانس ایجاد بکنم. بین دو تا محیط توزیع یکسانی از ذهن داشته باشم. خب چه شکلی میشه این کار رو انجام؟ اینجا دو تا انکودر گذاشتیم، دو تا انکودر مثلا فرض کنید کانولوشنال گذاشتیم. اینجا میتونه هر چیزی رو این نشون بده. میتونه کیو فانکشن شما باشه، میتونه پالیسی فانکشنتون باشه، هر چیز. خلاصه اون چیزی که قراره لرنینگ بر اساس اون به وسیله این انجام. و فرض کنید که الان این یه چیزی که یاد گرفته، مثلا روی این دومین یاد گرفته، ولی روی این دومین خوب نیست. خب شما چیکار میتونید بکنید؟ میتونید یه مثلا 10000 تا تصویر از دومین اول جمع کنید، 10000 تا تصویر از دومین دوم، اصلا به سیمولاتور هم نمی‌کنید. خود تصویرا رو جمع کنید و این تصاویر رو فوروارد بکنید توی شبکه بالا و شبکه پایین. این دو تا شبکه یه شبکه در واقع وزنشون یکسان. و بعد زد رو اگه مثلا فرض کنید لایه یکی مونده به آخر مثلا این دو تا شبکه در نظر بگیریم، مثل اینکه اون دیتا اسپیس این شبکه یاد گرفته، میتونید بیان یه دیسکریمینیتوری روی زد سوار کنید. این دیسکریمینیتور چی رو تشخیص بده؟ اینکه این زدی که الان دارید می‌بینید از سورس دومینه یا از تارگت دومین. خب اینو میتونید این دیسکریمینیتور رو میتونید ترین. وقتی ترینش کردین میتونید این شبکه ها رو فانکشنینگ بکنید، ولی لاس این دیسکریمینیتور رو چیکار میکنه؟ زیاد کنه. اگه لاس این دیسکریمینیتور رو زیاد بکنه یعنی چی؟ یعنی شما یه کاری کردید، یه زد رو یه جوری عوض کردید که دیگه نمیشه دیسکریمینیت کرد که این دومین یک یا دومین دو. مثل اینکه اون اینفورمیشنی که بین دو تا دومین متفاوته رو دارین حذفش. و این کار میتونید یکی در میون مثل گن انجام بدید. مثلا کاری که گن انجام میدید. یعنی یه تعدادی ایپاک دیگر رو ترین بکنید، یه تعدادی ایپاک وزنا رو ترین بکنید. خب یعنی بازی میمکس بین این دو تا ایجاد. به این امید که این بازی به اون سمتی بره که یه دیسکریمینیتوری بشه که ایدئاله و اینم این پالیسی یا کیو نتورک که داری ترین می‌کنی زدی تولید می‌کنه که دیستینگویشبل نیست بین سورس و تارگت. ببینید خیلی راحت قابل انجامه، نیاز به سیمولاتور نداره، فقط شما کپی از دنیای واقعی یه تعدادی عکس جمع کرده باشین و از سیمولاتور یه تعدادی عکس جمع کرده باشین. نیاز به سیمولیشن تو دنیای واقعی نداره. این خیلی مزیت داره. لیبلایی که مثلا دنیای واقعی ترینش کنیم کجا میاد؟ چون ما هرکی نزدیم تصویر با لیبلاش کاری نداره. چرا؟ چون این لاستی که اینجا داره تعریف میشه مستقیم داره تعریف میشه. باید متنگری که نمیشه جفت تصویر بشه. شما زد بالا در برید بسید یه تصویر از شما اومدن کجای بیه زدش نداره. زدش رو فوروارد می‌کنید که شبکه زدش به دست میاد. یه تصویر مثلا فرض کنید دنیای واقعی. فرض کنید الان من یه مینی بچ می‌خوام. با این مینی بچ می‌خوام شبکه رو مینی بچ یه تعداد تصاویر دنیای واقعی میشه، یه تعداد تصویر سیمولاتور میشه. دو تا دست تصویر رو فوروارد می‌کنم. خب مثلا فرض کنید یه تصویر رو اولین تصویر فرض کنید تصویر سیمولاتور فوروارد می‌کنید تو این خب یه زدی به دست. دومین فوروارد می‌کنید یه زد دیگه به دست. این زدا لیبلاشون مشخصه. زد اولی لیبلش چیه؟ لیبلش سیمولاتور. دومی لیبلش دنیای واقعی. سومی ممکنه دوباره سیمولاتور باشه. اینا رو در میاری. خب حالا فرض کنید الان نوبت مثلا چیه؟ نوبت اینکه این دی رو ترین کنید. دی رو میتونید با این ترین کنید. چرا؟ چون لیبل رو داره. بعد یه ایتریشن میتونه ترین. یه ترین شد. حالا فرض کنید میایم سراغ نوبت دوم. الان نوبت چیه؟ نوبت اینکه این دو تا در واقع ترین بشن. خب این چجوری ترینش می‌کنی؟ الان دی رو فیکس می‌کنی، خب و از هر مثلا این اولیه که پاس دادیم تو این مثلا این میاد دو به درستی پیش بینی می‌کنه، میگه این دومین سیمولاتور. خب می‌خواین حالا اینو ماکسیمم بکنید، مثل اینکه گرادیان رو ریورس می‌کنید. گرادیانی که دارین ریورس می‌کنید در واقع مثل اینکه لاس این ایفات ماکسیمم بشه. وزنا رو شروع می‌کنی یه جوری عوض کردن که این دو تا قابل تشخیص نمیشه. دومی که میاد مثلا فرض کنید میگه این دنیای واقعی. دوباره چیکار می‌کنیم؟ یک گرادیان ازش می‌گیریم که لاس اینو زیاد. یعنی مثلا اینکه لاس اینو به عنوان تابع هدف می‌گیریم و گرادیانش نسبت به وزنا در نظر میاد در جهت گرادیان نه در خلاف جهت.
در جهت گرادیانت لاس زیاد بشه. بعد حالا یه چالشی بود. چالش چیه؟ چالش اینه که این کاری که اگه فقط همین کار رو بکنی این شبکه‌ها ممکنه فراموشی داشته باشه. چرا؟ چون داره در این راستا کار میکنه که یک اینوریانت فیچر ایجاد کنه. باید تو اون مینی بچی که زمان ترین کردن این دو تا شبکه وزن‌ها این دو تا شبکه میخواد استفاده بشه یا این شبکه میخواد استفاده بشه یه تعدادی اپیزود هم قرار بدید که آره اگه کیو لرنینگ مثلا با تارگت های کیو ترین بشه در کنار اون لاسی که داره گیرو ماکسیموم میکنه. پس این دوتا رو در واقع در کنار هم قرار میدید و ترینینگ انجام میشه. حل شد چیزی میشه؟ خب سوال دیگه هست؟ خب این دومین ادپتیشن بود که ایدهش خیلی ساده بود. حالا میخوایم مسئله دوم رو بررسی کنیم که دینامیک محیط عوض بشه. اگه دینامیک محیط عوض بشه مثلا چیکار؟ مثلا فرض کنید شما دنیای واقعی یه دینامیک این شکلی داره که شما میخواید یه ماشین رو از یه استارت به یه گولی ببرید و این مانعی بینش وجود داره و این در حالی که تو سیمولاتور این مانع رو به هر دلیلی شما مدلش نکردید. و اگه مثلا تو سیمولاتور به سادگی بزنید ترین بشه میاد از استارت به گل میرسه. در این پالیسی استارت به گل تو دنیای واقعی اصلا کاربرد نداره، به درد نمیخوره. این بخاطر داره میخوره به دیوار و هیچ کاری هم نمیکنه. نمیتونه توش ریکاوری کنه. مشکلمون هم بحث استیت دومین شیفت نیستش. یعنی اینجا استیت ها اصلا ممکنه پرفکتلی این هم دیگه بشه. فقط دینامیکی که داره عوض میشه. اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا بیایم یه آفست ریواردی رو در نظر میگیریم. این آفست ریوارد به سادگی میتونه تفاوت لاگ پروبابیلیتی یه ترانزیشن یه استیت ترانزیشن توی تارگت دومین از همون احتمال در سورس دومین باشه. بذاریم با هم پارسش بکنیم به شکل خاص این مثاله. ببینید اینجا که شما میخواید یه ترانزیشن انجام بدید، این ترانزیشن احتمالش در تارگت زیاده یا کمه؟ احتمالش کم. این عدد کم میشه. احتمالش در سورس چیه؟ زیاده. پس این عدد بزرگ میشه. پس این آفستتون میشه چی؟ میشه ریوارد منفی خیلی گنده. پس میاد این ریوارد خیلی منفی گنده رو به ازای این استیت اکشن که می‌خواست این ترانزیشن رو انجام بده اینجا اضافه میکنه. و باعث میشه که مثل که با اینکه داره تو این سیمولاتور ترین میشه اگه یه موقعی خواست این کار رو انجام بدی ریوارد منفی گنده تو این راه بگیری که این کار رو نکنه. خب حالا یه سوالی مطرح میشه که این پروبابیلیتی ترانزیشن بین استیت ها رو ما تو آرگل نداریم. احتمالات رو نداریم تو آرگل. اینو از کجا میاریم؟ مثلا اینکه من این ریوارد رو با من نمیتونم حساب کنم. خب نداشتیم دیگه، ترانزیشن پروبابیلیتی نداشتیم. چیکار میتونیم بکنیم؟ آره یه راهش اینه که مثلا مدل بیس آر ال بزنیم. بگیم با یه ورد مدل ترین بکنیم. هم باید شما تو سورس این کار رو انجام بدید، هم تو تارگت. ایراد این کار چیه؟ تو سورسش که اوکیه، بالاخره سورس ازش دیتا زیاد داریم. میریم سیمولاتور دیگه. تارگت هم. چرا؟ اونم هست. ممکنه خود همین تخمینا خطا داشته باشه. ولی از اون مهمتر اینه که تو تارگت شما معمولا خیلی دسترسی بهش ندارید، اطلاعات زیادی بگیرید و همین براتون چالش شده. این مقاله‌ای که از آیزنباخ اکسپال هست اومده سعی می‌کنه خودش رو از دو تا دیسکریمینیتور حل بکنه بدون یادگیری ترانزیشن داینامیکس. من اول که درس آی دیدم اصلا نفهمیدم چرا اصلا این چیزی نوشته یعنی چرا دو تا دیسکریمینیتور. بعد یه رو 20 دقیقه راجعش فکر کردم و متوجه شدم و می‌خواستم بگم که چرا این چیزی که اینجا نوشته شده در واقع دو تا دیسکریمینیتور اصلا یعنی چی و چرا دو تا دیسکریمینیتور.
ببینید این ترمای نارنجی رو با هم در نظر بگیرید، ترمای آبی رو با هم در نظر بگیرید. ترم نارنجی داره چی میگه؟ داره میگه که من اگه ستایی اس پرایم بگیرم به عنوان ورودی، چقدر احتمال داره که این اس پرایم تارگت باشه، چقدر احتمال داره که این توی سورس اتفاق افتاده باشه. اینو میخوام تشخیص بدم. پس مثل اینکه یه کلاسیفایر گذاشتیم که یه ترانزیشن میگیره، یه ترانزیشن این سه تا چیز رو میگیره: اس، اکشنی که تو اون استیت اجرا شده، نکست استیت، و تشخیص میده که این کدوم یکی از اون اجرا شده. این دومیه یک کلاسیفایریه که فقط اس و ای رو میگیره، تشخیص میده که دومین اجرا شده یا توی سورس دومین اجرا شده یا توی تارگت دومین اجرا شده. بعد حالا چرا این دوتا، چرا این 4 تا جمله معادل همین بالایی است؟ چون فکر کنم نارنجی‌ها داره احتمال ترانزیشنایی که مدل‌ها فکر می‌کنن وجود داره تو دنیا رو دارن لرن می‌کنن. ببینن که احتمال ترانزیشن‌ها یکیه. دومین آبیه اون پالیسیه که مثلا چه سطح کنه. بعد الان این بالا جمله شرطی که داره دقیقاً جفت این دو رو داره. از اون ورزا بگیره. نکته درست از اون ورزا. نارنجی اول و با آبی اول باید با هم ترکیب کنیم. جمله رو با هم ترکیب بکنیم. ببینید یه اتفاق جالب داره میفته. فرمول احتمال شرطی چی بود؟ احتمال جوینت بود تقسیم بر احتمال بخش شرطی. خب این علامت منفی بینش وجود داره. پس وقتی این دو تا لاگ رو با هم ترکیب بکنی، این دو تا احتمال به هم تقسیم میشن. ولی یه مشکلی وجود داره و اون که این بخش احتمالاتی رفته تو بخش شرطی. پس شما باید قاعده بیز بزنید. قاعده بیز باید بزنید جای شرطی و احتمالاتی با هم جابجا کنید. وقتی این کار رو انجام میدین، پی تارگت از توی قضیه در میاد و دیگه چه احتمالی در میاد از توی قضیه؟ میخوایم بذاریم بنویسمش. یه دونش رو بنویسم، اون یکی از روی این در میاد. خب پس ما میخواستیم لاگ پی تارگت به شرط ST AT و ST به علاوه 1 رو منهای لاگ پی تارگت به شرط ST و AT محاسبه بکنیم. این میشه چی؟ میشه لاگ پی تارگت به شرط ST و AT و ST به علاوه 1 تقسیم بر پی تارگت به شرط ST و AT. خب حالا اینو بیاید سادهش بکنید. این میشه چی؟ این میشه بر اساس قاعده بیز میشه پی ST و AT و ST به علاوه 1 به شرط تارگت ضرب در پی تارگت تقسیم بر چی؟ پی ST و AT و ST به علاوه 1. درسته؟ چرا داره دیگه؟ نه داره. این تیکه رو، این تیکه ST AT ST به علاوه 1 یه چیز ثابت در نظر بگیرید، اسمش بزنید A مثلا. بعد این پایینیه چی؟ این پایینیه هم همین داستان میشه پی ST و AT به شرط تارگت در پی تارگت، من دیگه این مثلا پی تی تقسیم بر پی ST و AT. خب پی تارگت ها با هم میپرن. پی تارگت با پی تارگت ساده میشه. پی ST AT ST علاوه تقسیم بر پی ST و AT به شرط تارگت، دو تا با هم چی رو میسازن؟ بله، پی همون احتمال شرطی رو میسازن. در واقع این جمله و این جمله رو وقتی به هم دیگه تقسیم بکنیم، تقسیمشون
پی اس تی به علاوه 1 به شرط اس تی و ای تی رو میسازه موقعی که توی تارگت هستی، که اینجا با نماد این که پی تارگت، این پی تارگت که مینوشت منظوریم با فرض اینکه تارگت هست، دومین تارگت هستیم این ترانزیشن اتفاق میفته. پس اینو برای ما میسازه. اون دو تا جمله‌ای که ساخته میشه چی میشن؟ با اون شبیه همین دو تا جمله، توی اون دو تا جمله‌ای که ننوشتمشون هم ظاهر میشه و با علامت‌های متفاوت، بنابراین هم دیگه خنثی میکنه. پس این چیزی که این چیز ظاهری که نیست که تارگت هم توش نداره، با اون یکی جمله‌ای که ننوشتیم، دو تا جمله‌ای که ننوشتمش ساده میشه. بنابراین اگه یه بار دیگه برگردیم روی اسلایدها، اتفاقی که میفته که این دو تا جمله اولی که نوشتیم، این برای ما چی رو درست می‌کنه؟ پی اس تی برای بشرط اس تی و ای تی در تارگت. یه جمله زائد هم داره، این پایینی هم همون جمله زائد رو درست می‌کنه، کنساس می‌کنه. منتها پایینیه دقت کنید به جای تارگت سورس نوشتیم. پس میشه پی سورس. دو تا در واقع از هم دیگه کم میشن، همین رابطه رو برای شما درست. فقط خوبیش اینه که الان اینو شما می‌تونید با یه دونه با دو تا دیسکریمینیتور می‌تونید ایجاد کنید. خب دیسکریمینیتور اولتون اینه، دیسکریمینیتور دومتون. پس اینجا شما میتونید دو تا دیسکریمینیتور داشته باشین که ST AT و ST به علاوه 1 رو داره میگیره، داره میگه این سورس یا تارگت. این D1. D2 چیه؟ ST و AT رو داره میگیره، میگه سورس یا تارگت. چجوری حالا میشه ترینش کرد این دوتا رو؟ کافیه یه مجموعه ترانزیشن شما از دنیای واقعی داشته باشین، یه مجموعه ترانزیشن از دنیای سیمولاتورتون داشته باشین. الزامی هم نداره اینا با هم مچ باشن. چرا؟ چون این در هر لحظه یه دونه از ترانزیشن رو میخواد بگیره و تشخیص بده که اینا با هم برابر هستن. پس شما میتونید چیکار بکنید؟ میتونید برای مثلا یه پالیسی رندومی اینور، یه پالیسی رندومی اینور بذارید که ترانزیشنشون انجام بدن. یه پالیسی رندوم یا یه پالیسی که نزدیک باشه به پالیسی، یه پالیسی مکس انتروپی که نزدیک باشه به پالیسی که در نهایت لیان کرده. اگه بخوایم یه مقدار دقیق‌تر صحبت کنیم، باید این دو تا دیسکریمینیتور رو ترین بکنید. با استفاده از این دو تا دیسکریمینیتور میتونید این ریوارد رو در واقع این شکل حساب بکنید و تو استیت‌های مختلف ریواردتون رو آگمنت بکنید و انتظار داشته باشین که این آگمنتیشن کمک بکنه که اون نقاط ضعف سیمولاتور رو پوشش بده. پس این در واقع بحث دومین ادپتیشن برای داینامیکس. در رابطه با مسئله سوم که فاین تیون بود، یکی از نکات رو گفتیم که خیلی از اوقات پالیسی که به دست میاد شما باید کانترول کنید دترمینیستیک و این باعث میشه که نتونید خیلی راحت نالج ترانسفر اتفاق بیفته، نتونه راحت یه تارگت تسکی رو یاد بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه ایجنتتون خیلی دترمینیستیک شده، تمایل به اکسپلوریشن نداره. فقط همون کاری که یاد گرفته انجام بده، همون کاری که یاد گرفته انجام بدم ریواردش رو زیاد نمی‌کنه، نیاز به اکسپلوریشن تسکیه. پس اینجا شما باید یک های انتروپی پالیسی رو استفاده بکنید، یک مکس انتروپی پالیسی رو استفاده کنید، مثل سگ یا هر چیز دیگه‌ای که به عنوان بیس پالیسی به شما امکان ترانسفر رو بده. این یه نکته دیگه هم که وجود داره راجع بهش صحبت نکردیم که اینم ترانسفر رو سخت میکنه بین تسک‌های مختلف، اینه که شما تو ایمیج نت یا مثلا یک برتی که مثلا پریترین شده یا LLM که پریترین شده، معمولا روی دایورس دیتا ستی ترینش میکنید که انواع اقسام چیزها رو این میبینه. تو RL معمولا اینجوری نیست. تو RL معمولا تسک‌ها خیلی خاص یه محیط، خاص یک مسئله است. خب اون دایورسیتی توش خیلی کمتره. این باعث میشه که خیلی از اوقات نتونیم، چون تسک‌ها خیلی خاصن و یه جنبه خیلی خاص از دینامیک توجه میکنن، نتونیم خیلی راحت ترانسفرشون کنیم، غیر از جاهایی که سورس و تارگتمون به هم شبیه. بنابراین حواسمون باید به این چالش‌های فاین تیونینگ باشه. سورس و دومین و سورس و تارگت رو خیلی
متفاوت انتخاب نکنیم و همینطوری که NDP مون ببخشید پالیسیمون خیلی دترمینیستیک نشده باشه. خب من یه اسلاید دیگه هم میگم و دیگه بحث رو تموم میکنم. در واقع یه مجموعه 3 تا اسلاید مجموعه رندومیزیشن رو میگم و دیگه بحث رو تموم میکنم که بعد برای جلسه بعد میریم روی متا لرنینگ تازه. یه بحث دیگه که وجود داره اینه که چطور من میتونم فوروارد ترانسفر رو ماکسیمایز کنم، این نالجی که از سورس یاد گرفتم و به بیشترین میزان بتونم به تارگت منتقل بکنم یا یه کاری بکنم که احتمال کار کردن تو تارگت بالاتر. یه روشی وجود داره به نام رندومیزیشن. رندومیزیشن میگه که اگر شما دستتون میرسه توی اون زمانی که توی سورس دومین هستین، مثلا تو سیمولاتور هستین، پارامترها رو متنوع بکنید. مثلا این هاپری که میخواین ترینش بکنید، اگه مثلا اینجا مثلا برای این پاهای این مس قابل تعریفه یا فریکشن قابل تعریفه به عنوان دو تا مثلا پارامتر مختلف، شما به جای که یه دونه مس و یه دونه فریکشن خاص یه دونه پالیسی لرن بکنید، سعی کنید این مس ها و فریکشن های مختلف پالیسی های متفاوتی رو لرن کنید. همینو آره می‌خواستم راجع به همین صحبت بکنم. تو این کیسی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم که ترانسفر عادیه نمیدیم، به عنوان ورودی نمیدیم. یعنی چیکار می‌کنیم؟ مثلا یه دونه پالیسی داریم برای تمام اینا لرن می‌کنیم و این مثالی که اینجا دارید می‌بینید همین رو داره نشون میده. بذارید من دونه دونه اینا رو بگم. اینجا رو نگاه کنید، این پنل بالایی رو نگاه کنید. اینجا اومده اون بدنه این هاپر رو اومده مس‌های مختلف داده. ترینینگ مس‌تون رو با n مساوی 3 n مساوی 6 و n مساوی 9 نشون میده. 3 بار ترین کرده اینو با 3 تا مس مختلف و بعد تستش رو اومده روی مس‌های مختلف انجام داده. طبیعتاً وقتی شما رو 3 ترین می‌کنید بهترین پرفورمنستون رو 3 میگیرید. طبیعتاً وقتی رو 6 ترین می‌کنید بهترین پرفورمنس رو 6 میگیرید یا 9 ترین می‌کنید بهترین پرفورمنس رو 9 میگیرید. خب و جای دیگه به شدت دراپ می‌کنه. حالا رندومیزیشن میشه چی؟ رندومیزیشن میشه اینکه آقا به جای اینکه بیایید روی یه دونه مس ترین بکنیم، بیا روی یک انسمبلی از مس ها ترین بکن، اومده یک توضیح از مس ها در نظر بگیرید، توضیح پیوسته شبیه مثلا توضیح نرمال. این پیکشون رو 6 زده، یعنی بیشتر هاپرهایی که ترین کرده روی امش پیش بوده، روی ام های دیگه هم ولی ترین کرده تا با نسبت کم. و بعد این نمودار آبی رنگی که دارید می‌بینید کیفیتی هستش که وقتی روی مس‌های همین انسمبل پالیسی که ترین شده که وزن هم بهش نمیدیم، یعنی اون مس رو هم بهش نگفتیم، روی مس‌های مختلف داره پیدا که ببینید مثلا اون مس 9 هم داره با اینکه مثلا درصد کمی بهش نشون دادیم ولی تقریبا داره اکراس د بورد نتیجه خوبی به شما میده که یکم غیر منتظره است. یعنی آدم انتظار داره که وقتی این کارو میکنه یه مقداری ارتفاع این خط پایین‌تر بیاد. توجیهی که لوین برای این داره اینه که یه چون شبکه عصبیه و کپاسیتیش بالاست، اینجا از یه شبکه عصبی استفاده کرده به عنوان پالیسی، چون کپاسیتیش بالاست در واقع میتونه ام‌های مختلف رو تو خودش همه این دینامیکا رو نگه داره و مثلا اینکه مثلا خوب کار میکنه. یه مشاهده دیگه هم کرده، این در واقع مقاله EPOF هستش، مشاهدات مقاله EPOF اومده. یه مشاهده جالب دیگه هم کرده این بحث رندومیزیشن که میگه حالا فرض کنید شما نمیخواید مس رو رندومایز کنید، مس رو فیکس میکنید رو 6 ولی چیزای دیگه رو عوض میکنید، مثلا گراند فریکشن رو عوض میکنید یا جوینت دمپینگ رو عوض میکنید و اینا رو متنوع و بعد میرید در زمان تست چیکار میکنید؟ در زمان تست این چیزی ثابت نگه داشتید رو متنوع میکنید. یعنی در زمان تست میگید مس این در واقع هاپر رو من زیاد میکنم.
این نمودار آبی رنگ که دارید می‌بینید در واقع این انسمبل نمودار آبی رنگ که اینجا دارید می‌بینید این کیفیت انسمبل مدل رو داره نشون میده و این سبز رنگ کیفیت مدل ساده رو داره. می‌بینید با اینکه شما نیومدین تنوع بدین رو اون چیزی که تارگتتون هست، تارگت شما اینجا این بود که توی مس‌های مختلف این ترین بشه، تنوع اومدین تو چی دادین؟ تو پارامترهای دیگه دادین، با این حال این یه مقدار جنرالایزیشنش بهتر شده. مثلا تو مسائل پایین حداقل داره خوب کار می‌کنه، مسائل بالا خیلی خوب کار می‌کنه، مسائل پایین داره خوب کار می‌کنه. اینو من تا حالا به دلیلش فکر نکردم، ولی خوبه با هم به دلیلش فکر کنیم. چرا مثلا شما فریکشن‌های مختلف رو یاد بگیرین باعث میشه که جنرالایز بکنین رو مس‌های مختلف؟ چرا؟ من خودم هم نمی‌دونم. بخواید روش فکر کنین. خود لوین هم راجع به این توضیحی نداره. شاید دیدن اون مقاله خوب باشه. ولی این به عنوان یه مشاهده اتفاق افتاده. مادر مثلا این فقط یه ریویژن باشه، این فقط دلات خوبه یه جوری یه حالت اوورفیتینگ تقریبا ولی انگار با اون فریکشن‌های مختلف هست، هر کدوم از این شاید یک سری موضوع مختلف داشته باشن که خسارت بکنه. فقط اون پالیسی که آره ولی اینجا محور افقیش مسه ها داره میگه آقا من رو مسای مختلف چیز میگیرم. یعنی فریکشن به مس، این که شما رو فریکشن رندومایز میکنین چرا باید مس رو بهتر کنین؟ شاید توی مدل فیزیکی اون مسه مثلا بشه معادلاً با پارامترهای دیگه مثلا آها مثلا شما میگین مس که بیشتر میشه مثلا افکتیو فریکشن، حتی ربطی نداره. فکر کنم مس به لحاظ فیزیکی داره. آها راست خود اون نیروی فریکشنی که چیز میشه خودش یه ضریبی از مس. پس میخوایم بگیم یه اینترکانکشنه بین این متغیرها وجود داره و حالا مثلا فریکشن رو داریم زیاد میکنیم، فریکشن داریم تغییر میدیم، مثل اینکه اثر مس‌های بالاتر رو هم مثل اینکه داره به شکل مسمومی میبینه. آره این حرفو میشه. ولی یه چیز جالبیه که این قضیه برای مسائل خیلی بالا اتفاق نیفتاده. برای فریکشن اون مسئله بالا جواب نداره. این میتونه به خاطرش چی باشه؟ میتونه به خاطر این باشه که اون رنجی از فریکشن که داره تغییر میده هیچ وقت ما رو به اون لول مسی که افکتیو فریکشن اون رنج رو ایجاد میکنه نمیرسونه. شاید به این دلیل. و اگه مثلا شاید این فریکشن رو که من تو اینجا نیو استاندارد دیوییشن فریکشن داریم. اگه شاید مثلا استاندارد دیوییشنش یکم بزرگتر میشه شاید این تیکم افت نمی‌کرد. که حالا نمیدونم تست گرفته یا نه. ولی در هر صورت این بحث رندومیزیشن یه بحث خیلی داغی بوده و خیلی کارهای واقعی سینتوریه بر اساس همین اومدن کار کردن. مثلا این کار 2016 که میگیم کپوارل، این هدفش این بوده که یه درونی شبیه درونی که داریم تصویر می‌بینید با 4 تا پرده در واقع توی فضای داخلی حرکت بکنه و مشکلی براش پیش نیاد. ترینینگش رو با یه سیمولاتوری انجام داده که خیلی رندومایزده، یعنی خیلی محیط‌های مختلف رو می‌بینه و با یه رندومیزیشن باعث میشه که سیم تو ریله در واقع خیلی خوب اتفاق بیفته. یا مثلا کلا تو بحث لوکوموشن و همینطور روباتیک کنترل هم یه داینامیک رندومیزیشن انجام داده. اینجا نمیدونم رندومیزیشنش چی بوده، ولی این نکتهش اینه که مثلا قراره توی یک فضای به شدت ناهمواری حرکت بکنه، مثلا تو آب و اینجا میدوش مثلا یه رودخونه‌ای که داره تو حرکت. تصورم اینه که زمین‌های خیلی متنوعی رو نشون داده و ترینینگ باعث شده که این وقتی دنیای واقعی ترانسفرش می‌کنی خیلی خوب ترانسفر بشه. یه عالمه اینجا رفرنس وجود داره تو بحث دومین ادپتیشن تو RL که تو بحث فاین تیونینگ دومین ادپتیشن و داینامیکس هستن، میتونید بررسیشون کنید. ولی عمدهشون میبینید که اینا دیگه مثلا تهش 20 ان و این یه نشونه است در واقع. ولی خب خوبه که ببینیم و بدونیم چه شکلی در واقع فیلد جلو اومده. بحثمون تو همینجا باشه. جلسه بعد راجع به متا RL صحبت. نه نمیشه با وجود نداره، یه مقدار محدودتر شد. چرا؟ چون هنوز ما تسکایی داریم که با کامن سنس نمیشه حلش کرد و دانش تخصصی میخواد و تسک خاصیه، تسک رباتیکی خاصیه
اونا من به نظرم هنوز این روش قابلیت. خسته نباشین همگی.